اویله سالم پایه استواری هر یک دولت است. امروز ما در مهمانی یک اویله خوشبخت قرار داریم که طول نیم عصر باز با همدیگر حیاتی خوشبختانه، حیاتی پر از مهر و محبت به سر میبرند. من فکر میکنم در تاجیکستان کسی را پیدا کردن دشوار است که شما را نشناسد، زیرا معلم شمس‌الدین اورونبکزاده طول چندین سال در وظیفه وزیر فرهنگ تاجیکستان کار میکردن، ایفای وظیفه داشتند. همسرشان اسپرما مولانظر و همچون یک زن هنرمند بسیار مشهور هستند، معروف هستند، سزاوار جایزه یونسکو گشتند. میخواستم دونم که چی خیلی شد که شما همدیگر را پیدا کردید؟ من کورس یکم میخوندم، این کورس دیم. کورس یکم کدام دانشگاه؟ دانشگاهی و آموزگاری. این کس دانشگاه ملی میخوندن، اما وقت دانشگاه به نام لنین بوده. ولی شما اولین و آخریتان در یاد دارید؟ در مردم بدخشان انتخاب عروس اساساً آزاد است. پدر و مادر نه دختر نه پسر رو مجبور نمیکنند که این معرفت بسیار بلند مردم است و ما از اینا کورس یک بودم، من کورس دو با هم شناس شدیم و در طول 4 سال 5 سال انیقترش بعد با رضایت والدان خانه‌دار شدیم، صاحب 5 فرزند خوشبختانه. من تا همین روز روزگار خوب و خوشی داریم. فرزندان همه صاحب معلوماتند، نبیره ها از پس فرزندان رفته ایستادند و من زمینه اساسی خوشبختی ما در اون میبینم که اصلا دعای پدر و مادر را گرفتیم، برای پدر و مادر یک عمر خدمت کردیم، یک خانواده کلاسیکی احترام کلان ها را به جا آوردن. اون چیزی که جناب والی هم در مجلس تاکید میکنن که قبل از همه پدر و مادرتون رو، خواهرتون، مادرتون، برادرتون احترام کنید که البته به مراد و مقصد میرسید. چرا ما این کسا انتخاب کردید؟ مثلا دخترها بسیار بودن. اصلا 2 پدر و 2 مادر دارم. یکی مادری که مرا تولد کرده است و دیگر مادری که مرا تربیت کرده به او رسانده است. و من اونا چه هستی داشتن در همین زندگی، به خاطر اون که اما که من و اما مادرم فرزند نداشتند، مرا به فرزندی قبول کردند از 6 ماهگی و کلان کردند و چه بود و وجودی داشتند همشون صرف تربیت من کردند، برای خوشحالی من، برای بهبودی روزگار من. و منم مقصد اولینی که در نزد خود گذاشتم حق خدمت پدر و مادر باید به جا آورم، حق خدمت آنها رو باید گردانم. و نظر خاطر دارم هنگام دانشجویی البته 2 مادر و پدر داشتن این خوشبختی بزرگ است، ولی با نظر داشت مسئولیتش هم 2 برابر زیاد است. وقتی که پیش همون اول پیش همون خانم مادری که مرا بزرگ کردگی بود پیش وای می آمدم، نه از وقتی دانشجویی به سراغ می گشتیم می رفتیم می گفتن که بچه جان اول پیش مادرتون روید، دعاش گیرید بعد بیایید. با اون وقت توفه بردن یک چیز مود بود برای مادرمون، یک توپی می، یک رومال می، یک گزور می بردیم، می گفتن که همین گزور گیرید و مادرتون ببرید. پیش مادرم می رفتم که وای می گفت که بچه جان تو مادرت وای است، وای تو کلان کردگی حق وای شناس، احترامش به جا بیار، اینجا دلش خجل نکن، تیز رو پیش مادرت. و همین بزرگی همین 2 مادر به من بال و پر داد که همین احترام زندگی فهمم، معنی زندگی درست در کنم و حد الامکان کوشش کردم که برای هر 2 مادر خدمت کنم. یعنی کار آسان نبود که پیدا کردن که به هر 2 مادرتون پسر بیاید. برای شما چه خیلی بود یک بار صاحب 2 خوش‌دامن شده؟ عجیب. در یاد دارید دوره عروسیتون وقتی که شما عروس شدید رفتید با کدام خوش‌دامنتون، با کدام خوش‌دامن زندگی میکردید؟ چی گونه بود؟ چی از اونا آموخته؟ آخه بچه جانم البته با خانه که این بزرگ کردگی بودن، کلام کردگی بودن، البته با خانه که نشده اومدیم، لیکن مادری
اساسیش هم به درجه آدم عجایب بود که همه تعریفش میکردیم. برای خصلتشون برای میموند، برای همه چیز از وی همه چیز گرفتم ممکن. این مادرم هم خیلی مهربان بود که بسیار چیز از وی آموختم. رنگی چون که من یگانه کلین بودم، بیشتر چیزا از وی آموخته بودم. من دختر کلانه خاندان بودم، بر چه اهمیت نمیدادم، لیکن امین کوشش مادر ما مرا وادار کرد که همه چیز از وی آموزم، همه وی خانداری. یک سوال میدیم، فقط راستش رو بگید. نه راست بسیار وقتی با زنها صحبت میکنی اونا تعریف میکنن، میگن من 5 هنر بود، همه کارا میتوانستم. در بسیار حالت ها دروغ میگویند اکثر دخترها، یعنی که پورا تیار نیستن با اویلا دوری. کدام از اودای کدام کارها شما نمیبرآمدید که اون کارهای از خوشنامتان آموختید؟ بچه جان اگر راستش گویم، من پدرم خیلی معلم بودم، مادرم هنرمند بودن. من امین هنر از خردسالی از پس مادرم کشار شدم میبافتم و در ماشینهاش به میچسبیدم میدوختم. لیکن دیگر امین خانداری باور کنی، من امین دختر کلانی که بودم هر کار پسند نمیکردم، میخواستم میکردم، نمیخواستم نمیکردم. یکی روزگارداری رو اصلا شما از امین خیلی ناز خونه و ناز میکردم که من اکشوت بود میچیدم اصلا بودم. لیکن در اینجا من بسیار چیز مهربانی همه چیزا باور کنی از مادر دین من گرفتم. معلم شما در یک صحبتتان چند سال پیش گفته بودید که یک مدت مناسبتی پدر عروستان با شما یعنی خوب نبود، طول چند سال با شما گپ نمیزدن. حتی سبب همون ناراضگیشون از چی بود؟ مسئله اساسی خیلی زود خانه‌دار شدن ما بود. ضرورت خانواده ما بود که باید هر چی تیزتر برای پدر و مادرم عروس برم و کمک رساند. پدر عروس از بس که اینو امنام خواهرشان بودند با احترام خاصه داشتند و اول رضایت ندادند که ما باید خانه‌دار شویم. نیگه بعد داماد ایرکا شدیم. من نام امام دارم. پدرم همون یک فقط دو کس داشتم، یک پا و یک دادر. من یگانه همیشه آرزو دارم که در پیش من شوهر میکنی با یک دیگر دور نروید. من نمیخوام که دور روید. من امینه در یاد بگیر. این عجایب ده میری که پیدا میشد و وقتی عاشق شدید بعد فراموش شد. شوهر شما یک عمر در وظیفه‌های مسئولی دولتی کار میکردن، منصب‌های بلند داشتند، زمین مدت چند سال وزیر فرهنگ بودند. در اطرافشون البته وقتی در اطراف مردهای موفق زنها هم زیاد هستند با عنوان زیبا. شما رشک نکردید؟ وقت نمیفتم رشک به واقع کنی فیروزه جان، چون که این هنر عجایب که این به دادش هوی میکشی، حساب میکنی، حتی اهمیت هم نمیده. لیکن من که شوهرم به باوری داشتم که خانه علالشون ویران نمیکنن، هیچ از پس اینو نمیگشتن. اگر میگفتن من گفتم اوخی وی وقل دارد، پروسد دارد، من باریم نمیبید. ای خودش نخواه که خیلی همین 5 فرزندی علال توزه چند کس میدیده گیتا که پول کند گفته و بشه یکان گفت مردم با اهمیت نمیدم. فقط با کور خودم خانه هنر کور نبخشیدم و خلاص. یعنی که شما با شوهرتان باوری دارید؟ البته چقدر اگر منصبشون بزرگ باشد. انا بینید جناب والی بزرگترین چقدر احترام دارن کودکوشون. انا هر چیزی که باشد اما موضوع بزنشون کردی نبروید خوش روید. برای ما نمونه و استاخی، چون که این انا میگم که پرزیدنت سوی خدا در روی زمین است. برای ما یک نمونه. سالهای آخر طلاق و پاشخوری عائله ها زیاد به نظر می رسند. به فکر شما سبب این در چیست؟ برای اصلاحش کدام است؟ کاملا درست است. متاسفانه چون این تمایل های منفی الان زیاد به نظر می رسند و به فکر من ما از امون عنعنه های سنتی پدر و بابایانی که داشتیم دو اندازه دور رفته ایستادیم. فرهنگ معرفت گفته ما بعضا بی فرهنگی رو تلقین میکنیم. ابرزهای
هم پدر، مادر، فرزند، برادر، همه اینا اون چیزی که من جناب عالی تاکید میکنند باید برای ما خیلی مقدس باشند. احترام همدیگر را به جا میبریم. متاسفانه در بعضی موردها مال و چیز پرستی زیاد می شود، پول پرستی زیاد می شود، بعضا با راه نادرست می روند و همین سبب می شود بعضا نادانسته ناشناخته به هم به قول گویا دل می بندند، عائله برپا می کنند ولی هیچ وقت مسئولیت را در نزد عائله درک نمی کنند. زمینه اساسی پایداری عائله از نگاه من، اگر عائله خودم را در نظر می گیریم، این مسئولیت پدر و مادر است در نزد فرزند و مسئولیت فرزند است در نزد پدر و مادر. همون هر دو مادر من هم وقت می گفتند که مردم چی می گفته باشند، ما به مردم چه خیلی نگاه می کنیم. شما هم فرزند دارید، شما هم خواهر دارید، شما هم دختر دارید. برای این طرز مناسبت کردن در کار که واقعا در همه جا احترام خیلی بلند باشد. بعد جوانان باید به زندگی مستقل آماده باشند. متاسفانه بعضی زنهای بلحاظ هم میبینند که بعضی لباس و طلا و نقره و خانه های دکدنگ و قصر و هر چی داشتند. ما هم این گپا رو بعضا هم از بانو هم از فرزندان میشنیدیم که بینید دیگرها چه خیلی زندگی کرده ایستادند، ولی از نگاه من مهمیت خانواده، سالمی خانواده محض در احترام همدیگری است، در تنجی و امانی آرامی هست. هم فرزندا گپ پدر و مادر را گوش کنند، هم پدر و هم خدمتگزار باشند برای پدر و مادر. مصلحت شما همچون یک زن خوشبخت و جوان زنهای تاجیک چی است؟ برای پایداری عائله زن باید چیکار کند؟ چی نقش دارد؟ نقش مادر در عائله از آن عبارت است که باید که به فرزندش هم معرفت دقت کرد و آموزاند، هنرمند کند، تعلیم دهد که به کارهای بیکوره امرو نشود. چون که بچه که یک رشکش شد دیگر و روز کردن نمیشد. برای این از میدگی باید که به خواندن جلب کنی که قطعش کتاب خوانی، هنر آموزی، برای راست هدایت کنی. برای این فرزند به نقض به اوی میرسد. همه فرزندانتان صاحب معلوماتند؟ البته 11 نبیره داریم. 11 نبیره داریم. شکرانه خدا. فرزندان با عشق و محبت با خواست خودشان خانه‌دار شدن یا که خودتان انتخاب کردید؟ نه بچه جان، در عائله ما این خیلی نیست. کسی که چیزی معقول کنه دمون میکنیم و خودشون نقضیده گرفتگی انتخاب خودشون. راضی هستید از این؟ البته شکرانه خدا که زندگیشون از خدا با شکر. وقتی که مثلا بین شما و همسرتون یگان نافهمی سر زند یا که رنجش میان آید، کی اولین شده برای اصلاح کوشش میکند، بخشش میپرسد یا یگان راهی آشتی شوی میجوید؟ من قهری میشن چی یگان بود؟ البته بعضی مسائل سرکاری کتی شده ممکن است. در مسئله تعمیر خانه و خریداری یک چیزای قیمت باو من کاملا بعضا مخالف میبرم که یگان ضرورت ندارد، اما طلا و نقره و انسان باید از همه چیز بالاتر باشد. یعنی بحث شما اصلا بحث مالیوی هستند؟ نه ما مالیوی نداریم. ما خوشبختانه بچتی بودجه یگانه خانوادگی هم داریم، بودجه علاوه هم داریم که هر کس از دیگر وابسته نیست. هم فرزندای ما حال همشون مستقل هستند. یک لطیفه روسیه است که پولهای من پولی من هستند و پولهای شوهرم هم پولی من هستند. پولهای عائله شما پولی کی هستند؟ کی نظارت میکند؟ نه ما خوشبختانه پول کلان هیچ وقت نداشتیم. فقط برای روزگارمان نصیحت بزرگان پدرمون همین بود که همین نان قاق و چای گرم داشته باشید، به همین شکرانه کنید، روزگار برید. و خوشبختانه در همین روزگار ما هیچ وقت به مشکلات مالیوی هم دچار نشدیم. نه که خوشبختانه پول کلان هم نداشتیم، نه قصر ساختیم، نه ماشین خریدیم، نه خانه داریم. حتی
خانه هم نداره. خانه خدمتی بس این خدمتی بریم خانه خانه در قشلاق هست، خانه بابای هست، در مجموع میگم که مونده. هیچ وقت چند پنج کودک داره. نادارم نبودیم و بایم نبودیم، آدم میانه حال بودیم، روزگار هم خیلی گذشت، نصیحت پدرم هم خیلی بود. تا جایی که من میدونم خودتون هم گفتید که هرچند که در وظیفه‌های بلند کار کردید، یک عمر نه صاحب قصر شدید نه صاحب تنگه و طلا شدید، نو بسته به همین چیزها بزرگترین بایگری شما در زندگی چی است؟ میراث بزرگترین تربیت فرزند صالح است. فرزندای ما در دوران کلان شدن که متاسفانه در کشور بینظامی خیلی زیاد بود، خطر با بیراهگی رفتن بسیار تهدید میکرد، ولی خیلی خوشبخت هستیم که فرزندا همه با راه درست رفتن، امروز در زندگی موقع خود را داشتند. پدر بزرگ ما هم کتابخانه داشتند و من امید دارم که همون کتابخانه را باز بایتر میگردانم. باز بنیاد باغ هم یک حکمت بزرگ تمام بزرگان است. کوشش کردیم که در همین سن و سال به قول پیری علاقه یک باغی هم برای فرزندان به میراث میمونیم. همین است معنای زندگی به فکرم. هیچ وقت ما از پس طلا و نقره نرفتیم. حتی خدا رحمتی پدرمون خریدن قالین برای خانه اجازت نمیداد که این همه تفکر بایی فدالی است، شهرت پرستی است، مال پرستی است، باید به این چیز داده نشوید. همون نصیحت های پدر همه وقت در گوش ما هستند و نیازمند نیستیم شکرانه خدا، ولی اینقدر کوشش هم نکردیم که بایگری جمع کنیم و قصر سازیم. و خب شما در زاد روزی همسرتان و در روزی عید مادر در دیگر عیدها چی تحفه میکنید براشون؟ گل و کتاب. شما چی تحفه میکنید؟ من از هنرهای خودم، از هنر دستی خودتان تحفه میکنید. البته خب نظرتون در مسئله زوراوری در عائله چگونه است؟ من فکر میکنم زوراوری یک چیزی بی ادبی و بی عقلگری، آدم با آدم چخیل زوراوری میکند و چخیل من نمیدونم، تصور کردن نمیتونم، چون که ما با خیلی در عائله شما نیست اصلا؟ شکرانه خدا که ندیدم که یک کس این من با زوری کرد یا من این با زوری کنم، فقط عقل کور میبریم. همه وقت در خانه اکثرا مردها راهبر بودند، ولی متاسفانه وقتهای آخر همین ارزش‌ها تغییر یافتند. بسیار مردها با مشکلات زیاد در زندگی روبرو شدند و متاسفانه همچون خواننده عائله این مسئولیت را به دوش گرفتن نتوانستند. بسیار مردها بیکار ماندند و بعضی بانوها مبلغشان زیادتر شد و از نگاه من خشونت از طرف بانو نسبت مردم بیشتر است. بله بعضا در چه میخونیم که بانوی شوهرش را کوفت است یا کار زده است، یک کارهای دیگر بسیار ناخوب است. اصلا این الیمنت بی معرفتی است در خانواده ای که این معرفت و فرماست باید هیچ وقت به احترامی نباشد، زوراوری نباشد، نه از طرف مرد. با حقیقت باید تکیه کرد که حق است که ناحق است. برای با حقیقت تکیه کردن کم در دانش معرفت داشتن در کار که با ترازوی عقل همون چیز برکشند و خلاصه برارند که کی ناحق است باید گناهش به گردن گیرد و نه که همچون خشونت الیمنت نادرست است. آخر خشونت رو داده نشود. اگر از شما بپرسند که 3 سری خوشبختی عائلوی رو با یک کلمه یعنی هر کلمش رو افاده کنید، کدوم کلمه ها رو نمبر میکردید؟ 3 مراتب هم احترام میگفتم که باید احترام طرفین باشد. یک کلمه خاطر من میگم 3 مراتب هم احترام میگم. در جایی که احترام است در اینجا خوشبختی است، سعادت است، روزگار نیک است. احترام نباشد حتی یک فایده بزرگ است که قبل از اون که دیگران رو احترام نمایید باید خودتون رو احترام کنید. این افاده بسیار چقدر فلسفی است. بنابراین احترام مایه اساسی و استوار همین خوشبختی در خانواده است. طرفین باید باشد در همه زینه‌ها،
از فرزند سر کرده. فرزند در وکالت حقوق یک کنستیتوسی خانوادگی است نانوشته که باید هر کس همون دایره آداب اندازش نگاه دارد رعایت کند. همین محبت و صداقت و احترام. شما در برابر اون که یک زن هنرمند هستید، یعنی بسیار هنری جوراب بافی دارید، خوب جوراب میبافید، کدبانوی بسیار خوب هم هستید، همسرتون هم در پخت پز بعضا به شما کمک میکنن یا نه؟ همسر همه طرف من به کمک میکنند. یکی میبیند که من در درون هنرم از همه چیز فراموش کردگی این میدود آشپزی. این هنری آشپزی هم دارن معلم؟ لیکن خیلی اوش نمیپزد و لیکن میتواند. لغمان و شربا و برش و همه بدون اوش. بسیار مردای تاجیک وقتی این سوالا میرسید میرنجن، میگویند که با آشخانه در آمدن مرد به خودشان عیب نمیبینن. نظر شما چگونه است؟ این همه تقسیم هنر یک خیلی نیست، این استعداد است. مردها آشپزها هستند که میگن در بسیار موردها حتی میگن که اگر مردک آشپز باشد از دستش خوراک بلذتر شیرینتر میبیاید و مردک ها هستند که هنر دارند، استعداد دارند، هیچ جای عیب نیست. فرض کردیم خدا نامتی موسفید ما اگر گرسنه میموند برایش یک شیرچوی هم نمیموند، میشش تو مادرم شاید بیگاه یا از توی دیر می اومد که اقلا چای نخورده خوب میرفتند. ولی ما دانشجو بودیم، در دوره دانشجویی هم بود، در تاشکند خوندیم، همراه بچه های منطقه های دیگر دوستی برادری داشتیم، از اونها بسیار چیزها یاد گرفتیم، هم معرفت هم آشپزی. بنابراین تقسیمات مهنت در خانواده میگویند کسی دستش آزاد باشد، از فرزندان سر کرده تقسیمات باید تقسیم مهنت در بین خانواده باشد، کسی دستش آزاد باشد. تمنای شما با عائله های جوان؟ برای عائله های جوان اول برای زندگی باید آماده شد. قدم نخستین که تا کدام درجه آنها همدیگر را میشناسند، همدیگر را احترام میکنند و میل با هم زندگی کردن دارند. بعد عائله جوان باید اندیشه کند که روزگارش چخیل پیش میبرد. بسیار بالحوثانه یک کس من دوست داشتم، امروز زن گرفتم، نه خانه دارم، نه در دارم، نه مبلغ دارم، چخیل ویهای نگاه بین میکنم، امکانیت نیست. بنابراین همه طرفه برای زندگی هم عائله جوان از جوان مرد هم بانو باید همه طرفه آماده باشند، مسئولیت عائله داری حس کنند. بعد به خانواده‌ای که همه ما خواهر داریم، دختر داریم، به خانواده‌ای که با یک نیت نیک میروند، اون احترام همه خانواده تا آخر باید با جا بیارند. وقتی که خویش و تبار ما را فرض کردیم خواستگاری میبیند، در بسیار موردها ما را همچون آدم نسبتا کلان سال دعوت میکنند، من از همه پیش معلومات میپرسم که همین داماد معلومات دارد یا ندارد، که خوشبختانه در بسیار موردها هم معلومات دارد، هم با زبان میدانند، چندین زبان میدونند. من میگم که اگه گرفهمی باشه در خانه، اول دختری که قدم عائلوی حیات مستقلانه قدم میزند، اول کمک اونها را آموزد، پخت پز، خانه داری. من معذرت میپرسم، با همین جواب مسئولیت بیشتر آماده کردن خانواده بخصوص دختران این وظیفه مادران است. اما مادران از آوان کودکی باید به دختر عادی‌ترین آداب، احترام، کارهای حتی از ظرفشویی سر کرده تا خانه روبی و نانپزی و دوشیدن گاو و همه چیز یاد دهند. مادران باید آماده کنند فرزندان خود را، دختران خود را. یک سبب اساسی جدا شدن در بسیار موردهایی که خوشدامن ها ایراد میگیرند که حتی تگمه دوخته نمیتواند، تخمه شوهرش دوخته نمیتواند، من این خیلی کلینه چکار میکنم؟ باید به خانواده‌ای که داخل شد حتما از تمام هنرها برخوردار باشد. مسئولیت بیشتر این با دوش مادران است، ولی مادران در بسیار موردها دخترها را ایرکه میکنند، یگان چی یاد نمیتند، فقط پریچاسکه و
زیبایی و هر روز به چی رفتن کسمتیکای چی میگن من همون تالار آرایشی رفتن ضرورت اینقدر مهم نیست زیبایی ظاهری ولی برای زندگی که هم خیلی بار زندگی رو برداشته توانند باید آماده باشند همه کار توانند. تشکر که وقت قیمت خود را دریغ نداشته درباره سیر و اسرار خوشبختی اولیویتان با ما صحبت کردید، نصیحت‌های بسیار سودمند دادید به جوانان و ما آرزوی آن را داریم که به پای همدیگر به قعر پیری ها برسید و همیشه خوشبخت باشید. تشکر. ما به مجله شما احترام بزرگ داریم. هم وقت با اویله های گوناگون در آن شناس میشیم. برای شما برای پروازهای نوی جاده رو تمنا می نماییم.